در جاهای ما مبلغ معمول شده است، یعنی مبلغ میدن، پول میدن. تو این سنت است؟ مبلغ را یعنی ما نمیتونیم به این شکل سنت گوییم، برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم ندادند و امر هم نکردند. لیکن صحابه های بودند که به جای طعام پول میدادند و در این مسئله بین علما اختلاف کلان هست. جمهور علما میگویند که باید ما چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم ما رو به طعام دادنی طعام اهل شهر را تعیین کردند، ما باید طعام دهیم. یعنی چه خیلی که گفتیم طعام هر یک شهر چی باشه تمام. در بعضی کشورها طعام رقم اولی آنها شیر است، مثلا در بعضی منطقه طعام آنها گوشت است، باید یک سا گوشت یاد، یعنی 3 کیلوگرم تقریبا از نام یک کس. یا ماهی هست، طعام رقم اولی آنها در ساحل بحر زندگی میکنن، در آنجا درآمدشون همین از بحر است، ماهی میخورن. طعام اساسی رقم یکی آن محله یا دیه یا شهر ماهی هست، پس ماهی میدهید. این گپ ابن القیم رحمت الله علیه هست، اینکه باید طعام اهل شهر را دهیم، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم اختلاف داد. شما گفتید که وای میدادن، گفتید که جاو نه شما از این پیش گفتید که بعضی صحابه ها مبلغ هم دادن. مبلغ میدادن. چی دلیل بود؟ چی دلیل است که این کار کرده است؟ اجتهاد صحابه ها، یعنی صحابه ها علمای اسلام وقتی که خلاف میکنن در مسئله ها، سبب خلافشون اگر نگاه کنید، بعضی ها به نص صریح، به لفظی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و عین فعلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نظر میکنن. میگوین که پیامبر صلی الله علیه و سلم جو دادن، خرما دادن، مثلا میز دادن، ما هم همین گونه میدهیم میگوین. و بعضی ها به مقصدی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و به مقصود شریعت نظر میکنن. مقصد شریعت از دادن صدقه فطر چیست؟ در این حدیث آمده است، اسنادش مقاله دارد که در آنجا گفته شده است که اغنوهم، یعنی فقیرها و مسکینها را در روز عید از پرسیدن به حاجت کنید. کاری کنید که آنها همین روز نپرسند، از کسی حاجت نپرسند یا رفته کار نکنند. امروز در مثلا در طول 1 سال 2 مراتب عید است، ما دیگه عید نداریم. هر چیزی که به آن طلبات زیاد باشد در آن شهر همان را دهند. نه طلبات، مقصد همین طعام اهل شهر باشد، مردم همان چیز را استفاده میبرند. یعنی امروز اگر برنج برده دهد، اگر شاید که اون یگان اویله میگه که ما برنج داریم، برای ما برنج نمیخوایم مثال، یا اینکه آرد را همیشگی خریده میتونند، شاید آنها بیشتر نیاز به مبلغ داشته باشند. کیها گفتند که ما باید طعام دهیم. این مذهب مالک است و مذهب امام شافعی هست و مذهب امام احمد است و مذهب امام ظاهری هست. این مذهب ظاهری مذهب اهل سنت و الجماعت. و مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نگفتن که شما طعام ندهید، یک اهمیت دهید. امام ابو حنیفه یا مذهب حنفی نمیگوید که شما طعام ندهید، فقط میگوید که پول دادن هم اجازت است. میگوید برای چی؟ میگن که آخر پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که آنها را در روز عید از پرسیدن به حاجت کنید. گفتن وقتی که ما پول میدهیم حاجت آنها روا می شود. مثلا بعض طالب علما با بعض علما نقاش و جدال میکردند که آخر ما برنج بردیم که هم بغل شاید گاز ندارد یا مقصد قوه برق ندارد، گفته جدال میکردند. برای اینکه مذهبی ما مذهب جای ما مذهب حنفی هست و مذهبی که مثال ما در مدینه خواندیم مذهبی اساسا احمد است، ولی مذهب دیگه 4 مذهب است. مثلا پیشتر در مکه و مدینه با مذهب حنفی عمل میکردن در زمان عثمانی ها، در خلافت عثمانی ها، و الان مدتی چند سال ها با 4 مذهب و هر مذهبی که طبق قرآن و سنت موافقت کرده است با اجتهاد هر یک قاضی مفتی، یعنی از همین مذاهب اهل سنت میگیرن. یعنی خاصی مذهب امام احمد نیست، الان بگذار مذهب حنفی باشد. در این مسئله بسیار آدم ها فکر میکنند که مسئله پول دادن فقط مذهب حنفی گفته، لیکن امام محدث ها امیر مؤمنان در حدیث هم علی غیر عادت خود در این مسئله طبق حنفی ها عمل کردند.
یعنی گفتن که اجازت است برآوردن زکات به جای صدقه طعام پول دادن اجازت است. امام بخاری رحمت الله علیه در صحیح بخاری گفتن که پیامبر صلی الله علیه و سلم بین صدقه جدا نکردند و زنها را در روز عید فطر به برآوردن گوشواره و انگشترین و طلایهای خود امر کردند، حالا آنکه طلا در آن زمان پول حساب میشد نه طعام. و پیامبر صلی الله علیه و سلم جدا نکردند. گفتن بنابراین حافظ ابن حجر گفتن که امام بخاری بر خلاف عادت خود که غالبا خلاف مذهب حنفی حکم میکند در اینجا موافق مذهب حنفی حکم کرد و از صحابه ها عمر ابن الخطاب و فرزندشان عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن عباس رضی الله عنه و عبدالله ابن مسعود و از تابعین شاگرد عبدالله ابن عباس طاووس ابن کیسان، حسن بصری رحمت الله علیهم، خیلی از صحابه ها و تابعین عمر ابن عبدالعزیز خلیفه پول می برآوردن و کسی که خواهد در این مسئله به قول صحابه ها و تابعین نگاه کند یعنی فقط ابو حنیفه رو ملامت نکند، یعنی از ابو حنیفه پیشتر صحابه های تابعین مبلغ می برآوردن. یعنی دلیلش ان همون شما چخلی که گفتید که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که به زنهایشان امر کردند و گفتند که طلا صدقه ولو من حلیکن، شما صدقه کنید خود را از آتش دوزخ بخرید اگر چنده که از طلاواری های خود باشد هم گفتند. بعد امام بخاری استنباط کردند در دوامش ولم یفرق بین صدقه الفرض و صدقه النافله، بین صدقه فرض و نافله پیامبر صلی الله علیه و سلم جدا نکردند گفتن. این استنباط امام بخاری هست، یعنی شما فقط ابو حنیفه رو ملامت نکنید. اصلا امام های اهل سنت و الجماعت من جمله امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، اینها هیچگاه خیلی که شیخ الاسلام رحمت الله علیه این رو در کتاب نفیس خود رفع الملام ان ائمه الاعلام یک کتاب دارن، رفع الملام، برداشتن ملامت از امام های مشهور، یعنی 4 امام ها. رفع الملام، ما باید ملامت رو برداریم از امام های مشهور. یعنی یگان در همین کتاب مقرر کردن که نه امام ابو حنیفه، نه امام مالک، نه شافعی، نه احمد در یگان موضع قصدن خلاف قرآن و سنت عمل کردن رو هیچگاه نمی کند. هر یک اجتهادی که کرد به حق نزدیک شویم، به حکم الله و رسول موافق شویم گفته اجتهاد کردن. اما چرا امروز ببینید که بعضی آنهایی که در یک مذهب هستند و پایبند و پیرو و سختگیری آن مذهب هستند مثلا میگن که نمیگن ما مثلا مبلغ رو تماما دادن نمیخوایم چون این سنت نیست میگویند و دیگر دو پای رو به یک موزه میدارند. خوب است اگر آنها پایبند سنت باشند و طعام دهند، یگان خلاف نیست. برای از خلاف برآمدن طعام دادن خوب است. فقط خلاف در اینجا آیا جایز است یا نیست. وقتی که شما جایز نیست میگویید و ابو حنیفه رو طعنه میزنید، پیش از آن که ابو حنیفه رو طعنه زنید امام بخاری رو هم به خاطر بیارید. امام بخاری امام اهل سنت، امام امیر مؤمنان در علم حدیث، کتابشون رقم 1 در دنیا هست. از روزی که الله تعالی زمین و آسمان را آفرید تا قیامت بهترین کتابی که انسانیت نوشته صحیح بخاری هست. امام بخاری اجازه دادن. پیش از امام بخاری صحابه ها، تابعین و امام ابو حنیفه هم اجتهاد کردن. اکنون بله طبق سنت عمل کرده طعام برآوردن بهتر است، ولی اینها گفتن که اجازت از پول برآوردن. حتی یکی از علماهای کبار مملکت عربستان سعودی به امریکا سفر میکند، میگویند که باید صدقه فطر را طعام دهید، طعام اهل شهر، پول دادن جایز نیست میگن. خیلی که میدونن جمهوری علما پول دادن را خوب نمیدونن، باید طعام ده میگوین. بعد مردم امریکا میگن که آخه طعام میگم ما گامبورگر هست دیگر چیکار کنیم؟ بعد گامبورگر رو مثلا چخیل کیلوبای کنیم، صاحبای کنیم. بعد میگن که خیلی طبق مذهب حنفی عمل کنید. یعنی مبلغ دیگر اجازه دادن، مبلغ دهید میگن. یعنی که سختی بعد در مسئله های فقهی یک کس رو گمراه گفتن
این طبقی مذهبی علما نیست. بله شاید هر الان عالمی همین که گفت از روی اجتهاد گفت، از روی بله. حدیث گفت، تکیه به یک دلیل کرد، از هوا گپ نزد. انا همین چیزی که شما نوکه گفته گذاشتید، حدیثی که آن چیزی که از بخاری امام بخاری آمده است، این را شاید واقعا اکثریت نمیدونستند که رسول الله صلی الله علیه و سلم به همسرانشان گفتند که از مالشان زر و زیورشان صدقه کنند. شاید این لحظه ها باز نفرانی پیدا میشوند و میگویند که این فقط به خاطر خیر گفته باشند صدقه نیو، بلکه تنها به خاطر یعنی که فکرهای مختلف بین تماشابین و آنهایی که میخواهند مثلا اختلاف کنند شاید پیدا میشد. اصلاش ما حق نداریم که در وقتی مثلا خواه به سوال جواب دادن، خواه احکام شریعت را بیان کردن، یگان جمله حق سخن خود ما را گوییم. یگان کس حق ندارد مگر اگر عالمی کلان شود، استنباط از قرآن و سنت کند، استنباطی که پیشینه ها نکردند. مثلا شیخ الاسلام ابن تیمیه سخنهای دارند که سخن خودشان هست، لیکن از قرآن و سنت استنباط کردند تا شیخ الاسلام هیچ کس نگفته بود همین گپ ها را. اگر مثلا پیش از ما یک عالمی پیش گذشته گفته باشد، ما سخن همون نقل میکنیم. اصلا باید قرآن، سخن الله تعالی رو نقل کنیم، بعد سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم، بعد آن سخن‌هایی که صحابه ها، تابعین، تبع تابعین، علما، امام های مسلمان ها از سخن الله و رسول استنباط کردن. استنباط یعنی معنا برآوردن، همون رو باید گوییم. بنابراین آن چیزی که ما الان گفتیم، یک قسمش سخن امام مالک و شافعی، امام احمد و داوود ظاهری و ابن حزم ظاهری است. یک قسم دیگرش سخن امام ابو حنیفه، امام بخاری و عمر ابن الخطاب، عمر ابن عبدالعزیز، سخنهای بزرگان است. یعنی اینجا یگان قول ما نیست در اینجا. همین گونه همین چیز رو فراموش نکنن. یعنی انسان همه سبب بدبختی ها از سبب فکری من این است و فکری من اون است. ما باید فکری خود رو مانیم یک طرف. بله درست. علاقه فکرها و علاقه شریعت معلوم است و هر چیزی که کودکس به قول آمده است باید از آن استفاده شود.